دوربین فرو سرخه که زمانی که شما دستتون رو میذاری نور فرو سرخ میتابونه به انگشت شما و اسکن میکنه اثر انگشت شما رو. خب یعنی این میاد کجا قرار میگیره؟ این میاد اینجا قرار میگیره. زمانی که اینجا قرار بگیره دیگه اینجا هیچی مشخص نیست. تصویر LCD هم میپوشونتش. خب پس اون انگشتی که میذارید میبینید اینجا سبز میشه، الکی سبز نمیشه. خب پس اینم میشه سنسور اثر انگشت دستگاه ما. اینم که کلش خب چیه؟ قاب دستگاه منه دیگه، درسته؟ کانکتورها. گفتم محل ارتباط قطعات جانبی به برد اسمش چیه؟ کانکتور دیگه. یعنی من هر قطعی که اینجا دارم الان توسط یک درگاهی داره به برد وصل میشه. من به اون درگاه ها میگم چی؟ کانکتور. اینجا چی وصل میشه؟ شارژر. کانکتور یا سوکت شارژ، کانکتور یا سوکت هندزفری، کانکتور UIF. خب کانکتور LCD، این فلت LCD مه، LCD به اینجا وصل میشه، پس این میشه کانکتور LCD. کانکتور اثر انگشت، این فینگرپرینت اینجا وصل میشه، فلتش میشه کانکتور اثر انگشت. اینجا میام این بالا رو نگاه میکنم. خب کانکتور دوم UIF یعنی جاییه که این UIF رو به اینجا متصل میکنه دیگه، پس اینم میشه کانکتور UIF. اینجا کانکتور تشخیص قلم دستگاه، کانکتور دوربین جلو، کانکتورهای دوربین‌های عقب، کانکتورهای سیم کارت و کانکتور رم. پس اینا میشن چی؟ کانکتورهای دستگاه من. پس وقتی به شما میگم آقا LCD عوض میکنیم محل ارتباط قطعه به برد رو چک کن، الان توی این دستگاه فقط میخوام مسیر LCD رو به شما نمایش بدم. من ببینید من این رو گذاشتم اینجا، درسته؟ این میاد اینجا قرار میگیره دیگه. خب اینم میاد اینجا قرار میگیره. وقتی دستگاه آوردن برای شما میگه دستگاهم تصویر نمیده، شما میاد LCD رو عوض میکنی میبینی باز تصویر نمیده، LCD به کجا وصل شده؟ به اینجا وصل شده، درسته؟ الان به برد اصلی ارتباط داره؟ خیر. دومین محل ارتباطیش کجاست؟ اینجا. یعنی پس آقا LCD تصویر نداد، میتونه این خراب باشه، اگر نگاه کردم دیدم سالمه، میتونه این خراب باشه، میتونه فلتش خراب باشه و میتونه این بالایی خراب باشه. یعنی الان یه مرحله، دو مرحله، سه مرحله، 4 مرحله. من LCD رو عوض کردم، اینجا تو 4 مرحله LCD من میاد وصل میشه به برد اصلی. همیشه مثل اینجا نیست. من انداختم اینجا اسپیکرم رو دستگاه، یه مرحله میشه این، یه مرحله دوباره میشه این، یه مرحله میشه این، یه مرحله میشه این. یعنی هر قطعه‌ای که این پایینه توسط این مراحل میاد وصل میشه به برد بالایی. حالا رسیورم کار نکنه، خب میگم یه مرحله فقط خود چیه اینجا محل ارتباط قطعه به برد؟ فقط میشه همون کوچولویی که اونجا دیدیم با هم. یعنی این دوتا میشه این دوتا. میبینید اینا رو؟ الان واسطه دیگه‌ای برای برد اصلی وجود نداره. یعنی تو یه مرحله وصل میشه به برد اصلی، ولی چیزایی که این پایینه میگم تو 4 مرحله داره به برد اصلی منتقل میشه. پس وقتی بهتون میگم محل ارتباط قطعه به برد باید چک بشه، شما باید بیاید نگاه بکنید که آقا اون قطعه‌ای که من دارم عوض میکنم مسیرش از کجاها داره رد میشه و هر قطعه‌ای که اون وسط امکان داره تو خرابی اون قطعه دخیل باشه. مثلا فلتی که میگن عوض شده منظورشون این اصلی؟ معمولا این فلت رو میگن، آره میگن فلت عوض میشه. تنها فلت قابل تعویض اینه، بقیه فلت ها نه. شما این فلت نمیتونی عوض بکنی، میخوای عوضش کنی باید بری کامل دوربین بخری، یا مثلا LCD این فلت رو بزنی پاره بکنی نمیتونی عوض کنی، باید بری کامل LCD بخری.
استاد تشخیصی داره که ما بفهمیم که تک تک رو عوض نکنیم و بفهمیم کدومشون مشکل دارن؟ توی بحث نقشه خوانی کامل بهتون میگم. یعنی الان ما یه مدل عیبیابی داریم که عیبیابی سنتی بهش میگیم. این عیبیابی چیه؟ من با آزمون خطا باید برم جلو. یعنی که مثلا تصویر نمیده، میرم اول LCD میگیرم همونجا. مثلا اگر این دستگاه الان تصویر نده قرار نیست من قطعا بخرم بیارم، که من میرم این دستگاه رو همینجوری میبرم. خب این LCDه یه دونه مثل همینو بهم میده، یعنی یه دونه مثل همین با فریمو بهم میده. بردمو میندازم رو دستگاه، باتریمو میذارم، LCD مو وصل میکنم، این فلت رو وصل میکنم، اینم وصل میکنم، اینجوری نگرش میدارم، پاورش میکنم. خب تصویر داد، آقا دستت درد نکنه، LCD رو به پیچ میبرم. تصویر نداد، آقا دست شما درد نکنه، LCD خودم سالم، ایراد بعدی داره دستگاه. هیچ منعی هم نداره. یعنی شما اصلا میخوای بری LCD بخری الان تو بازار، همونجا بهت میگه دستگاه آوردی تست کنی. اگر دستگاه نبردی اونجا، اگه دستگاه نبری با خودت، اصلا 90% قطع فروش رو بهت قطعه نمیده. یعنی میگن اول برو دستگاه تو برد بیار، همینجا تست کن، تصویر بگیر بعد ببر. نبری مثلا بیاری بگی آقا تصویر ندادا، اینجوری قبول نمی‌کنیم. پس قرار نیست مثلا اینجا الان این دستگاه سوکتش خراب بشه، حالا من اگه بخوام به خودم زحمت بدم، پول بیشتری کاسب شم، نه حوصله نداشته باشم، میرم کامل این برده رو میخرم. خب این برده برای شما عوض میکنم تو بازار چقدر؟ 600 تومان، 700 تومان. خب حالا من میتونم برم 280 تومان بدم برده بخرم، بیام 400 تومان سود کنم. میتونم 5000 تومان بدم سوکت بخرم، یه ذره کار بیشتر داره ولی 700 تومان سود کنم. این دیگه دست خود شماست. یه سری چیزا رو میتونید تعمیر کنید، یه سری چیزا رو میتونید نه حوصله نداری تعویض کنید. پس این به شکل. حالا برای بستن دستگاه به همون روشی که ما دستگاه رو باز کردیم، بالعکسش شروع